تا حالا شده به یه چیزی نگاه کنید و بگید این دیگه نمیتونه اتفاقی باشه؟ نه چون بررسیش کردید، نه چون دلیل قطعی دارید، بلکه چون خیلی منظم به نظر میاد. این حس اونقدر قویه که خیلی وقتا قبل از فکر کردن نتیجه گیری میکنیم. اما یه سوال عجیب این وسط هست: آیا هر چیزی که منظم به نظر میرسه واقعا طراحی شده؟ یا ما فقط عادت کردیم اینجوری فکر کنیم؟ ما توی این ویدیو قراره یکی از قانع کننده ترین استدلال ها رو بررسی کنیم. استدلالی که خیلیا بدون اینکه حتی بدونن اسمش چیه قبولش کردن. اما این بار به جای اینکه سریع بپذیریمش، میخوایم یه کار سخت‌تر کنیم. میخوایم ببینیم اگه یه قدم عقب بکشیم هنوزم به همون اندازه قانع کننده به نظر میرسه؟ ما وقتی به دنیا نگاه میکنیم خیلی چیزا به نظر تصادفی نمیان. مثل حرکت سیاره ها، ساختار بدن انسان، نظم عجیب طبیعت. همه چیز انگار بیش از حد دقیقه. و دقیقاً همینجاست که یه فکر ساده شکل میگیره. این همه نظم نمیتونه بی دلیل باشه. و این فکر اونقدر طبیعی به نظر میاد که خیلی وقتا حتی متوجه نمیشیم داریم از یک استدلال استفاده میکنیم. اما این استدلال یه اسم داره. بهش میگن برهان نظم. به زبان ساده این برهان میگه وقتی ما یه چیزی رو منظم میبینیم فرض میکنیم که یه طراح پشتشه. مثل یه ساعت. ما وقتی به یه ساعت نگاه میکنیم نمیگیم خودش همین طوری به وجود اومده، بلکه میگیم یه نفر اینو طراحی کرده. و بعد همین منطق رو بر میداریم میذاریم رو کل جهان. اگه یه ساعت نیاز به سازنده داره، پس این جهان که بی نهایت پیچیده تره هم حتما یه طراح داره. در نگاه اول این استدلال خیلی قانع کننده است. حتی شاید بدیهی باشه. اما یه سوال ساده این وسط هست که خیلی وقتا ازش رد میشیم. آیا این تشبیه واقعا درسته؟ بیایید دقیق تر نگاه کنیم. ما ساعت رو دیدیم که ساخته میشه. ما کارخانه های ساخت ساعت رو دیدیم. مهندسانی که روی طراحیش کار میکنن دیدیم. فرایند طراحیش رو فهمیدیم. وقتی که میگیم ساعت سازنده داره، از تجربیاتمون داریم استفاده میکنیم. اما آیا ما واقعا ساخته شدن جهان رو دیدیم؟ اما آیا ما هیچ وقت جهان ساخته شدن رو دیدیم؟ ما هیچ تجربه‌ای از ساخته شدن جهان نداریم. ما هیچ وقت ندیدیم که یه جهان دیگه‌ای ساخته بشه تا اینکه بگیم آها این جهانم مثل اونه. پس در واقع داریم چی کار میکنیم؟ داریم یک چیز کاملا آشنا مثل ساخته شدن یک وسیله توسط انسان رو تعمیم میدیم به یک چیزی کاملا ناشناخته مثل کل هستی. و این اولین ترک توی استدلاله. تشبیه نادرست. ما فرض میکنیم چون دو تا چیز شبیه به نظر میرسن پس باید از یه جنس باشن. اما این همیشه درست نیست. مثلا ما ابرها رو نگاه میکنیم و خیلی وقتها شکل‌های آشنا میبینیم، مثل صورت انسان، مثل حیوان، مثل اشیا. اما آیا واقعا کسی اونا رو طراحی کرده؟ یا این ذهن ماه که داره دنبال الگو میگرده؟ و این ما رو میرسونه به یک نکته مهم. ذهن ما عاشق پیدا کردن نظمه، عاشق پیدا کردن الگوه، حتی وقتی نظمی وجود نداشته باشه. ما طوری تکامل پیدا کردیم که الگوها رو سریع تشخیص بدیم. چرا؟ چون این کار برای بقای ما مهم بوده. اگه تو جنگل
بین بوته ها حرکتی میدیدیم، بهترین فرض این بوده که بگیم یه شکارچی اونجاست، حتی اگه این فرض اشتباه بوده باشه. پس مغز ما اینجا ترجیح میده که اشتباه کنه و نظم ببینه تا اینکه واقعیت رو از دست بده. و این یعنی چی؟ یعنی ما به طور طبیعی تمایل داریم پشت هر نظمی یه عاملی ببینیم، اما این فقط یه تمایل ذهنیه، نه یک دلیل. حالا بیاید حتی یه قدم جلوتر بریم. حتی اگه بپذیریم که جهان نظم داره، یه سوال مهم دیگه به وجود میاد. این نظم دقیقاً چیه؟ ما وقتی میگیم نظم، اغلب منظورمون چیزیه که قابل فهمه. اما آیا جهان واقعاً منظمه؟ در مقیاس‌های خیلی بزرگ شاید بله، اما در مقیاس کوچیک چی؟ زلزله‌ها، بیماری‌ها، مرگ‌های تصادفی، اینها هم بخشی از همین جهان هستن. پس چرا ما فقط بخش‌هایی که مرتب به نظر میرسن رو میبینیم و بقیه رو نادیده میگیریم؟ انتخاب گزینشی. ما اون چیزی رو میبینیم که با داستانمون جور در بیاد. حالا بیایید فرض کنیم که همه اینا رو اصلا کنار گذاشتیم و گفتیم باشه، جهان منظمه. آیا از این میشه نتیجه گرفت که یک طراح آگاه پشتشه؟ و اینجا بزرگترین جهش این استدلال اتفاق میافته. از نظم میرسیم به طراح، اما این جهش توجیه نشده است. چرا؟ چون ممکنه توضیحات دیگه‌ای هم وجود داشته باشه. مثلا قوانین طبیعی، فرایندهای خودسازمانده، تکامل. بیایید به بدن انسان نگاه کنیم. تو نگاه اول فوق‌العاده طراحی شده به نظر میرسه، اما وقتی دقیق نگاه میکنیم یه سری اشتباهات عجیب میبینیم. مثلا مسیر عجیب غریب عصبها، طراحی نچندان بهینه برخی از اندامهامون، یه سری آسیب پذیری های واضح توی بدن. اگه این یک طراحی باشه چرا انقدر ناکامله؟ اما اگر نتیجه یک فرایند تدریجی باشه کاملا برامون قابل فهم میشه. تکامل به جای طراحی، تکامل بدون هدف و بدون برنامه قبلی میتونه یه سری پیچیدگی ها ایجاد کنه، نه چون کسی اونا رو طراحی کرده، بلکه چون شرایط اینجوری پیش رفته. و این نکته خیلی مهمه. پیچیدگی مساوی با طراحی نیست. فقط چون یه چیزی پیچیده هست دلیل نمیشه که طراحی شده هم باشه. حالا بیاید اصلا به خود طراح برگردیم. اگر جهان اینقدر پیچیده است که نیاز به طراح داره، پس طراح خودش چجوری به وجود اومده؟ آیا اون خودش هم نیاز به یه طراح داره؟ اگه بگیم نه، اون همیشه اینجوری بوده، پس چرا همینو در مورد جهان نگیم؟ مسئله بی‌نهایت عقب رفتن. این استدلال به جای حل مسئله فقط اونو عقب میندازه. به جای اینکه بپرسیم جهان چجوری به وجود اومده، میگیم خدا اونو ساخته. و بعد باید بپرسیم خدا چجوری به وجود اومده. و این زنجیره همینطور ادامه پیدا میکنه و ادامه پیدا میکنه و در نهایت ما به یه انتخاب میرسیم. یا قبول کنیم که یه چیزی بدون توضیح وجود داره، یا فقط اسمشو عوض کنیم. و برهان نظم دقیقاً همین کارو میکنه. یه نقطه نامشخص رو بر میداره و یک اسم آشنا میده بهش و بهش میگه طراح. اما نامگذاری توضیح نیست. ما فقط حس میکنیم که فهمیدیم، در حالی که در واقع فقط جای سوال رو عوض کردیم. و شاید مهمترین نکته همین باشه. برهان نظم بیشتر از این که یک استدلال باشه،
یه احساس این که این همه هماهنگی نمیتونه اتفاقی باشه. اما احساس هر چقدر هم قوی باشه جای دلیل رو نمیتونه بگیره. اگه ما بخوایم واقعا بفهمیم باید یه قدم خیلی سخت برداریم. جدا کردن اون چیزی که به نظر درست میاد از اون چیزی که واقعا دلیل داره. و این کار همیشه راحت نیست، چون ذهن ما دوست داره جوابهای ساده رو داشته باشه. به جوابهای ساده بهتر واکنش نشون میده. دوست داره داستانی داشته باشه که همه چیز رو توضیح میده. اما این واقعیت همیشه ساده نیست. و شاید بزرگترین اشتباه این باشه که برای فرار از پیچیدگی ها یه جواب بیش از حد ساده انتخاب کنیم. برهان نظم هم دقیقاً همین کارو میکنه. یه جهان پیچیده رو میبنده و به جای بررسی عمیق میگه حتما یکی طراحیش کرده. اما وقتی دقیق نگاه میکنیم میبینیم که این حتمنه اونقدرها هم محکم نیست. شاید جهان اونقدری که فکر میکنیم طراحی شده نباشه. شاید فقط اونقدر پیچیده است که ما هنوز کامل نمیفهمیمش. و این ندونستن به خودی خود دلیل بر وجود یک طراح نیست. مسئله این نیست که جهان نظم داره یا نداره. مسئله اینه که آیا از این نظم میتونیم با اطمینان به یک طراح برسیم؟ اگه صادق باشیم پاسخ اونقدر واضح نیست که برهان نظم ادعا میکنه. و شاید اینجا همون جایی باشه که به جای نتیجه گرفتن سریع فقط باید یه لحظه مکث کنیم. شاید مسئله این نباشه که جهان چقدر منظم به نظر میرسه، بلکه این باشه که ما چقدر سریع میخوایم براش توضیح پیدا کنیم. ما با دیدن یک الگو خیلی راحت به یه نتیجه میرسیم، اما همیشه بین دیدن یک الگو و فهمیدن علتش یه فاصله هست. و شاید تمام این بحث دقیقاً در مورد همین فاصله بود. اینکه آیا هر چیزی که برای ما قابل فهم به نظر میاد حتما توضیحش هم همونقدر ساده است؟ یا ما فقط به اولین جوابی که حس خوبی میده بسنده میکنیم؟ شاید بعضی از سوالها جواب سریع ندارن و شاید ارزشش دقیقاً همینجاست، نه توی جواب دادن بلکه توی نگه داشتن سوال. و فراموش نکنید هیچ چیز مقدستر از پرسیدن نیست.